دادگاه نویه رودکی مدیر سابق ریاست معارف این نویه اقبال نعمت الله را که بدال بستن و گرفتن پوره از مدیران 36 مکتب میانه عیبدار میشد به مبلغ همگی 68000 سومونی یا چیزی بیشتر از $6000 جریمه بسته از تالار دادگاه آزاد کرده است. رادیو آزادی منبع این خبر تاکید کرده است که مبلغ جریمه منصبدار پوره‌خور این مبلغ همگی 3000 سومونی بیشتر از 65000 سومونی مبلغ‌های ثابت شده است که اقبال نعمت الله برای رسیدن به مقام مدیر ریاست معارف نویه رودکی از مدیران چند مکتب طلب کرده گرفته بود. اقبال نعمت الله بر اساس قسم دوم ماده 314 کودکس جنایتی تاجیکستان به سوء استفاده از منصب دولتی عیبدار میشد. این بند قانون همچون جزا و جریمه به اندازه از 547 تا 1092 نشان دهنده برای حساب‌ها یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 3 تا 6 سال را پیش بینی میکند. در دادگاه نویه رودکی حکم جریمه مدیر سابق معارف را در دوره قانون ارزیابی کردند و گفتند که اقبال نعمت الله از این حکم شکایت نکرده است، ولی بسیاری ها مطمئنند که این پرونده مثل ده پرونده دیگر پوره‌خوری در تاجیکستان حل و فصل شده است و اقبال نعمت الله برای اون که با جریمه خلاص شود حتما مبلغ خیلی بیشتر از 68000 سومونی جریمه‌اش را به مؤلفان این حکم در دایره قانون پرداخت کرده است. از این رو به باور آنها این منصبدار پوره‌خور حالا حتما شکر میگوید که با شرافت کروپسیا در حال نشء و نما به جای کنج زندان به آزادی رسید. تجربه دادگاه‌های تاجیکستان نشان میدهد که اکثر منصبداران با پوره به دست افتاده در نهایت با پرداخت یگان جریمه ناچیز از جوابگری خلاص میشوند. این دیگر مسئله است که باید در بلندترین سطح دولتی بررسی شود. در برخی کشورها برای منصبداران پوره‌خور همچون جزا حکم طولانی زندان و به بالای آن جریمه به مبلغ از 60 تا 100 کرات بیشتر از پوره گرفته‌اش را جاری کردند. در خطای منصبداران پوره‌خور را در صورت به دست افتادنش حکم قتل